سلام بچه ها، خوبین؟ امروز میخوایم پنیر درست کنیم. طرز تهیه‌اش رو اومدم بهتون بگم. هر مقدار شیر که دارید توی قابلمه‌تون بریزید و بعد از اون به این درجه که رسید، یعنی به جوش نه، تو این حالت که رسید سرکه بهش اضافه میکنید. 1 لیوان سرکه. حالا معمولا میگن که 1 لیوان کافیه، اما من تو تجربه خودم هر سری خواستم پنیر تو خونه درست کنم اینقدر بهش زدم که دون دون شده و آب شیرم دیگه سبز شده، یعنی رو به سبزی، زرد روی به سبز رفته. اون موقع است که دیگه میریزیمش سر کیسه. حالا اضافه میکنم و بعد هم میزنم که شما ببینید. حالا من امروز گذاشتم یه کوچولو بیشتر بجوشه. ببینید الان دیگه وقتش. حالا سرکتون رو میریزید، بلا فاصله میبره، هم میزنید تند و تند نکنید. این چه خوب برید. شعله رو خاموش کنید. یه ذره حالا تا چی بشه اشکال نداره. میگم رو تجربتون. ببینید من یه کم دیگه سرکه بهش میزنم، یه کوچولو. ببینید زرد شد. بله آقا، ببینید هم میزنید. جونم ببینید شعله رو یکم کم کنید که به جوش بیاد. اونجا اومدم بگم کم کنید، گفتم خاموش کنید. جونم. خب بچه ها ببینید تو این حالت که شد، ببینید نگاه کنید چجوری برید دونه دونه شد. خب حالا بهش نمک اضافه کنید. نمک باید زیاد بهش بزنید. وقتی شما نمک رو زیاد میزنید هم عمرش زیاد میشه، یعنی طولانی براتون میمونه، هم که خوش‌طعم‌تر میشه دیگه. نمک رو بهش اضافه میکنید. 2 تا جوش که خورد میریزید سر کیسه. حالا روسری نازک میشه، یک پارچه سفید تمیز میشه. ببینید بعد از اون من معمولا بهش زیره هم میزنم، بعد دیگه فریزش میکنم که بیشتر بمونه، چون معمولا 2 نفر که بیشتر نیستیم، کم استفاده میشه. میکنید و بذاریم 2 تا جوش بزنه. خب بچه ما دیگه پنیرمون رو ریختیم سر کیسه. میذاریم 10 ساعتی 9 ساعتی آبش قشنگ کشیده بشه. بعد دوباره ظرف کردن و زیره زدنش هم بهتون نشون میدم.